در نمایشگاه بین‌المللی کابل شرکت‌های ایرانی آخرین تولیدات و دستاوردهای خود را در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، معدن و کشاورزی به نمایش گذاشتند. دستگاه ویبره هست که تولید خودمون هست که برای صیقل دادن سطح طلا، نقره، فلزات گرانبها استفاده میشه. تولید کننده اکسیژن سازهای بیمارستانی هستیم و این علم رو در ایران بومی سازی کردیم. در این نمایشگاه بسیاری از شرکت‌های ایرانی برای نخستین بار در راستای ورود به بازار افغانستان شرکت کرده بودند. با توجه به شناختی که تو این چند روز پیدا کردیم، زمینه کاری خیلی فراهمه، واقعا یه بازار بکریه که میشه توش وارد شد، خصوصا در زمینه خدمات مهندسی، صنایع غذایی. بازاریه که بهتر از این حرف هست که فکر میکنه. ما اونجا دنبال مشتری میگردیم، اینجا مشتری دنبال ما میگرده. البته بودن در بین شرکت‌های ایرانی شرکت‌هایی هم که به دنبال طرح‌های جدید در بازار افغانستان بودند. پروژه‌های کشور افغانستان رو با مشارکت پیمانکارهایی که اینجا هست رصد می‌کنیم. چند تا پروژه مهم دارند توی کشور افغانستان که انشالله بتونیم مشارکت کنیم. آنطور که مجری نمایشگاه گفت، شرکت‌های ایرانی با انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مختلف نتیجه خوبی از حضور در این نمایشگاه گرفته بودند. در حوزه راه هم ما بازخورده بسیار خوبی رو گرفتیم. در حوزه معدنی که فوق‌العاده ظرفیت زیادی هست، دوستان ما حتی مراجعه کردن در ذخایر معدنی که آدرس گرفتن و همراه شدن سکتورهای خصوصیشون، بازخورده خوبی هم تو این قضیه گرفتن. در حوزه روشنایی هم خدمتتون عرض کنم که خطوط تولیدشون قصد این دارن که بیان به سمت کابل بیارن. ایران با داشتن مزیت‌های مختلف از جمله همسایگی و مرز مشترک در مقایسه با کشورهای دیگر چالش‌های بسیار کمتری برای تجارت با افغانستان دارد. خب ایران مرز مشترک داره باشون، به طب خیلی راحت تو سریع‌ترین زمان کالا به دستشون میرسه. ما تنها بحثی که تو افغانستان برای سرمایه‌گذاری داریم که بحث بیمه است که ما اینجا بیمه ندارن. هدف گذاری مسئولان اقتصادی افغانستان ارتقای رقم تجارت با ایران به 10 میلیارد دلار در سال است. همکنون جمهوری اسلامی ایران با صادرات نزدیک به 2 میلیارد دلار در سال به افغانستان شریک نخست تجاری این کشور است. بهنامی یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.